خسارات و سبب ترکش نقطه سوزشواری در ناحیه مسچاه معین شد. مسئولین خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت پس از گذشت 8 روز نتیجه های پیشکی تحلیل هایشان را اعلام کردند. خسارات ترکش 305,160 سومانی را تشکیل داده است. سببش باشد این رعایت نکردن عادی‌ترین قاعده های بی‌خطری از سوختار بوده است. دور به حادثه سوختاری که سنه 10 می در ناحیه مسچاه در نقطه فروش سوزشواری به عمل آمده است، تحقیقات پیشگی همین را معین کرد که در نتیجه سوختار مال و اموال نقطه فروش سوزشواری به مبلغ 305,160 سومانی ضرری مادی رسانده شده است. اینچنین سبب سرزنی سوختار این رعایت نکردن قاعده بی‌خطری از سوختار هنگام خالی نمودن مواد سوخت به ظرف‌های نگهداری سوزشواری. در نتیجه ترکش نقطه سوزشواری و سوختار یک عدد автомашини بارکشانی سوزشواری، حجره یاری رسان، تجهیزات حساب برابر کنی نقطه، 2 عدد کلانکه ها که برای انتقال سوزشواری به نقلیات مساعدت میکرد سوخته نابود شده است. نقطه سوزشواری که در ناحیه مسچاه ترکید به جمعیت دارای مسئولیتش محدودی طور عوض تعلق داشت. در نتیجه ترکش آن 5 نفر به بیمارخانه انتقال یافته بودند. بعد 7 روز طبابت سلامتی 4 نفر از آنها بهتر شده به خانه هایشان رخصت گردیده است. از روی معلومات هایی که سرطبیبی بیمارخانه مرکزی ناحیه مسچاه به ما پیشکش نمودند، سلامتی جبردیدگان میانه ثابت شده. حالا 4 نفری آنها به خانه اقامتشان جواب داده شده، 1 نفر در بیمارخانه قرار گرفته. در ولایت سوخت از آغاز سال 2022 تا به امروز 121 عدد حادثه های ناخوشی سوختار به قید گرفته شده است که آن نسبت به همین دوره سال گذشته 51 حالت کم می باشد. سبب کم شدن حادثه سوختار ناظران نظارت دولتی بی‌خطری از سوختار به جان گردیدن کارهای پروفیلاکتیکی در منطقه های اهالی نشین و اینچنین کارخانه و مؤسسه ها ربط می دهند. خسارات عمومی سوختارها بیش از 2,600,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. اینچنین هنگام خاموش نمودن سوختارها بیش از 68 میلیون مال و اموال دولتی، جمعیتی و خصوصی از سوختار نجات داده شده است. ایمن نگاه داشته است. حساب عمومی 121 عدد حادثه سوختار 91 عدد، یعنی که 80% حادثه ها در منزل های استقامتی شهروندان به قید گرفته شده. متاسفانه در نتیجه سوختارها 1 نفر فوت به قید گرفته شد. اینچنین هنگام خاموش نمودن سوختارها تنی جان 21 نفر شهروندان از کام آتش نجات داده شد. خسارات عمومی سوختارها دوام 5 ماه و 17 روز 2,621,000 سومانی را تشکیل داده است. در این مدت 1 حالت فوت از سوختار به قید گرفته شده است. مرد 62 ساله از ناحیه جبار رسولов هنگام رعایت نکردن تجهیزات برقی معیشی یعنی تیفایل به هلاکت رسیده است. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.